تکی بوده، میدونید یه خونه 4 تا اتاق داشته یا 6 تا. بله یه حیاط بودن. مثلا این 6 تا خونه بود، 6 تا مستاجر داخلش بود. بعد آقای خنا که میخواد بره این خونه رو میده دست ننزاقی، میگه شما اینجا بمونید. اینجا میمونن نگهداری میکنن، بعد تا سال‌ها عکسی هم که ما گرفتیم همین دیگه سرکو بود. نه یه سرکو اینجا بود. سرکو گذاشته بود. ما روی سرکو نشستیم اینجا عکس بگیریم. شما هاست دیگه رفتیم جایی دیگه. اینجا لین چنده؟ اینجا لین 6 اصلیه. لین 6 اصلی احمدآباد. احمدآباد. درست. مثلا که حساب کن 52 54 ما بودیم. این 56 اینا 58 بود. یاد نام آتش. اگه مردمونم کشتن خودمون میریم به جای جنگ. یزدان مرحمت اسلام. ایشالله با فتح و پیروزی برگردیم. 4 تا فرزندم، 2 تا شهید بودن، یکی اسیر، یکی زندانی کردن. اسم رب شهدا و صدیقین. بنده ناصر ازشانی هستم که افتخار اینو داشتم که در زمان جنگ دوران دفاع مقدس کارم فیلمبرداری بود، کارم عکاسی بود و در تبلیغات سپاهبادان خدمتگزاری میکردم. والا حضورتون عرض کنم که موقعیت جنگی شهر به این صورت بود که مردم تو شهر زندگی میکردن با همه خمپاره بارونا و بمبارانایی که رژیم بعثی صدام روی شهر انجام میداد، ولی باز تعداد زیادی از مردم در شهر بودن و زندگی جریان داشت توی شهر تا رسید به مرحله‌ای که عملیات ولفجر 8 در شرف انجام شدن بود و از طرف مسئولین نظامی کشور تصمیم بر این گرفته شد که شهر تخلیه بشه. منده ها مال شهرستان بودن، اونا از پشت سینمای ایران، یعنی 13 فرعی یه آشپزخونه بود اونجا، کابل برق کشیده بودن تا خونه ننزاقی. یعنی خونه ننزاقی یخچالش کار میکرد، لامپش روشن میشد در صورتی که آبادان برقی نداشت. برقش رو ژنراتور بود، یعنی تمام قسمت هایی هم که ما خودمونم بودیم همه از ژنراتور استفاده میکردیم. سال 1364 رفتیم موتوری سپاه و اونجا با آقای سید اصغر موسوی آشنا شدیم و ایشون بهمون گفت که یه روز گفت که بریم به ننزاقی سر بزنیم. گفتیم ننزاقی کیه اینا؟ تخلیه شده فقط نیروهای نظامی هستن، فقط. یعنی ما خودمونم که میخواستیم تردد بکنیم از شهر بریم شهرهای اطراف، بریم توی جبهه‌های مختلف، باید برگ تردد داشته باشیم. یعنی بدون این برگ تردد ما هم ممکن بود مورد بازخواست قرار بگیریم که شما برگ تردد ندارید. حالا شما حساب بکنید یه پیرزن تنها توی شهر مونده باشه. این باعث روحیه رزمنده ها شده بود. ما تعجب کردیم چجوری ننزاقی که اینا. رفتیم دیدیم یه پیرزن بسیار خوشروی بود دیگه. بالاخره آشنا شدیم با ایشون که تنها مونده بود توی خونه تو احمدآباد و بچهای سپاه و بچهای موتوری سپاه اینا براشون غذا می بردن، بهشون میرسن، آب می بردن براش. بالاخره هواشو داشتن نیروهای نظامی. خیلی ها بالاخره می اومدن این ننزاقی می دیدن یه روحیه‌ای می گرفتن، چون تو شهر هیچ کسی نمی دیدن غیر از نیروهای نظامی. بعد یه دفعه مواجه می شدن مثلا با یه پیرزن بسیار خوشرو
خوش برخورد و خوش سخن. که حتی تو جنگ هم اومد سر زد بهش، هر کارش کرد که باشه بره نیامد. دختری داشت که اونجا ازدواج کرده بود سالا، اومد اینجا، من خودم دیدمش، گفت که حالا هر چی بهی میگم نمیاد، شما حواست باشه دیگه بشین. رفت، بعد که فوت کرد اومد یه سری زد اینجا. من حدود تا 50 خورده سال یادمه که تو محله ما زندگی میکرد و اینا. ما بچه بودیم میرفتیم ایران، نون میپختن. زندگیش با زن خودکفایی بود، ما نون پختن ما کارهای دیگه، خودش زندگی خودش تامین میکرد. ما میرفتیم ازش نون مثلا تنوری خونگی میخریدیم. بچه‌ها واقعا خیلی روحیه میگرفتن که یه پیرزن مونده توی شهر. گذشت تا رسید به سال 67، یعنی سال پایان جنگ. کسی هم از پایان جنگ خبر نداشت، جنگ ادامه داشت تا به 5 مرداد 1367. همونطور که بچه‌ها مرتب بهش سر می‌زدن و مایحتاجش رو تامین می‌کردن، اومدن دیدن که بنده خدا اینجوری که دوستان تعریف میکنن افتاده و به رحمت خدا رفته. ما یه دوربینی داشتیم اون موقع، عکس میگرفتیم اینا. یه چند تا عکس هم از ننه‌زاغی با بچه‌ها، توی یکی از عکس هم که خودمون هستیم گرفتیم. حالا این بچه‌ها این عکسای به عنوان به اصطلاح یادگار اون زمان که از ننه‌زاغی هستش نگه داشتن و براشون یه خاطره بسیار خوبیه. کاری هم که از دستشون بر نمی اومد، ولی همین که حضور داشتن، بچه‌های جبه و جنگ که میرفتن ایشون رو میدیدن، خوشرویش میدیدن، براشون یه بالاخره مفرحات بود، بالاخره خوشحالی براشون. میزدم بهش، روحیه میگرفتن. یه پیرزن مثلا 70-80 ساله با او حالت معنوی خاص، زن مؤمنه بود و خیلی نترس بود. کمپاره که میزدن مثلا عراق میزد، همه شیرجه میرفتن، میترسیدن. این پیرزن اصلا ترسی تو وجودش نبود و علاقه زیادی به بودن تو آبادان داشت. مش میگفتیم مثلا از آبادان برو، میگفت نه، یا من صدام شکست میدم یا صدام من شکست میدم، باید بری. گفت نه من نمیرم از آبادان بیرون، یا به این قرآن، حرمت قرآن شما میذارید میرید، یا من این نفت میریزم و خودم آتش میزنم. بعد بچه هم دیگه این صحنه رو که دیدن با که خیلی مصره برای موندن، چیزی نگفتن. ولی اون ارق و غیرت ایرانی رو واقعا داشت. این باعث میشد که شهر رو ترک نکنه و بچه ها از این حرکتش، از این طرز تفکرش واقعا خیلی متعجب میشدن. همین این باعث روحیه رزمنده ها میشد که یک پیرزن توی شهر مونده و شهر رو ترک نمیکنه و میگفت من میمونم، من مگه خون من رنگین تر از بقیه است. ما خواستیم بریم، ننه‌زاغی رو داریم دست آقای کریم شولی. بودیم آقا شما اینو تدارک بکن. یه تا زمانی که شون مرحوم میشن، آقای کریم شولی زحمت اینه کشیده بود که آب و غذا و چیزا براش ردیف میکرد، یخ میبرد. یه روز میاد بره خونه، ظاهرا مثل که میبینه نیستش، میگردن نگاه میکنن، میبینه از بالا خونه میرن داخل هم نیست و پشت تانکر رو نگاه میکنن، میرن به سمت خونه ما، یه چیز افتاد، میرن ببینن یه نخل خرما اونجا بود. این نخل گرفته بود به همین حالت، مثل که فوت کرده. حالا برادرم آقای کریم شولی خیلی زحمت کشیدن، برده بودنش ماشر، غسل داده بودن فلان، اینا اومده بودن اینجا دفنش کرده بودن. بعد از فوت ایشون، اینجوری که بنده شنیدم، دوستان همت کردن و رزمنده ها خیلی متأثر شدن، خیلی ناراحت شدن و ایشون رو به ماشر بردن و بعد از غسل آوردن به آبادان و توی آرامستان آبادان دفن کردن.
بعد از گذشت زمانی که جنگ به پایان رسید و دوستان یاد ننه زاغی کردن، همیشه یادش میکنن، همیشه. ما هم یه افتخاری نصیبمون شد که همونطور که در ادامه کار رنگامیزی گلزار مطهر شهدای آبادان و اومدیم سر مزار ننه زاغی پیداش کردیم و دیدیم که یه سنگ خیلی ساده، یه سنگ معمولی، اسمشو نوشته مرحومه ننه زاغی، حسنی جان حاج هاشمی اسم اصلیش بود و تاریخ شهادت، تاریخ وفاتش هم حک شده. ما برای شدیم که بیایم سنگش رو عوض کنیم. چند سال پیش با همت چند تنی از رزمنده ها اومدیم که سنگش رو عوض کردیم، سفارش دادیم از شهر دیگه سنگ خیلی خوب و در خور و شأن مرحومه ننه زاغی درست کردیم، آوردیم اونجا رو سنگش رو عوض کردیم، حتی سنگ ایستاده هم براش درست کردیم، دو طرفه عکسش رو روش چاپ کردیم و به طرز زیبایی رنگامیزی کردیم و نوشتیم همین جمله‌ای که مرحومه گفته بود: میمونم تا جنگ تموم بشه. سلام ای سرزمین نفت و رویا، سلام ای منگیت آرزوها، سلام از نو به آتیشای سرخا، به فیدوس و به ناقوس کلیسا. شبیه شهر و تنهاییشم امشب، یه نخل سون پره تشویشم امشب. با طول اینای تاریک ترانه، سکوت سرکشه آتیشم امشب.